إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، برادرای محترم، در کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علمای اسلام ذکر میکنن که در این کلمه وقتی که یک انسان مسلمان کلمه طیبه را میخوانه، این 7 شرط داره و این لازم است که انسانهای مؤمن این 7 شرط کلمه لا اله الا الله را بفهمند تا ای که تأثیر کلمه در زندگی دنیوی و اخرویشان برشان امو تأثیر کلمه هم برشان حاصل شود و نتایج از این هم به دست آورده بتانند. شرط اول کلمه لا اله الا الله ایرا علما میگن که العلم بمعناها الذي تدل علیه. شرط اول کلمه لا اله الا الله ای است که انسان مؤمن باید به معنای کلمه لا اله الا الله علم داشته باشه و علم داشتن به معنای کلمه لا اله الا الله یک فرض اعتقادی هست. یعنی امی قسم که بسیاری امور فرض عملی است که ما و شما او را انجام بدهیم، از نگاه عقیده سر ما فرض است که باید دایی علم داشته باشیم. الله متعال در قرآن عظیم الشان در سوره محمد آیت 19 الله متعال می فرماید که فعلم انه لا اله الا الله. اینجا فعلم پس اعلم، علم داشته باش. اعلم یعنی علم داشته باش، علم حاصل بکن. باید علم هزیره بر از این وقت بیتی تا که لا اله الا الله را معنایش درست بفهمی. پس شرط اول که بالای ما واجب است این علم لا اله الا الله است. شرط اولش. خب آل لا اله الا الله را اگر ما بخوایم بفهمیم که لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی معنا میده؟ اول کلمه لا در زبان عربی وقتی که میگه لا به معنای نی یا نخیر یا نیست، نفیره. یعنی انسان مسلمان مؤمن اول عقیده خدا از نفی شروع میکنه. نفی چی؟ نفی اله در زبان عربی وقتی که استعمال میشه به معنای در لغت به معنای معبود است که انسان مؤمنی را بفهمه که اله وقتی استعمال میشه به معنای معبود است. و در اصطلاح برای کس اله میگفتن که 2 خصوصیت میداشته باشه. خصوصیت اول ازی که ذات ازی عبادت میشن. هرگاه در عصر جاهلیت و یا در عصر اسلامی کسی را عبادت میکردن او را اله خود میگفتن. عبادت چی است؟ سجده عبادت است. از دیدگاه اسلام سجده عبادت است، رکوع عبادت است، بلند کردن دست دعا عبادت است، ذبح کردن حیوان یا پرنده عبادت است. و ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم. ما و شما بسیار زیاد عبادت ها داریم که این عبادت ها اول وقتی که میگیم اله کی است؟ اله کسی که مستحق است که او عبادت شود. و خاصیت دوم اله کی است؟ برای کی اله استعمال میکردن؟ کسی که او بر از اینا
احکام شریعت قوانین تعیین میکرد. چی حلال است ارزش ها را، چی حلال است چی حرام است، چی خوب است چی زشت است، چی حق است چی باطل است، چی جایز است چی ناجایز است. این چیزها را که تعیین میکنه اله است. اینال انسان مسلمان اول باید نفی بکنه. چرا؟ به خاطر که در جامعه نظر به این که مثلا در بین مردم عصر جاهلیت چندین سال ادامه داشت، مردم معبودان مختلفی گرفته بودن، آلهه داشتن. آلهه یک معبود نبود بلکه یک تعداد زیادی از معبودها بودن. از این خاطر انسان مسلمان وقت میخواه که مسلمان باشه و مطابق از این کلمه زندگی کنه، اول باید معبودای باطله چی کنه؟ نفی بکنه. میگه که لا اله، نیست هیچ کس مستحقی ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه. هیچ کسی مستحق از این نیست. اول اینا رو نفی میکنه، بعد از اون میگه الا الله. اله استثناء هست. استثناء هست که در بین این معبودانی که اینا عبادت میکردن، چون در عصر جاهلیت کسایی بودن که عبادت الله را میکردن، کسانی بودن که عبادت جنها را میکردن، کسانی بودن عبادت بتها را میکردن، کسانی بودن که عبادت چیزهای مختلف را میکردن. مثلا در عصر جاهلیت کسایی بودن که تقریبا چند قسم معبودها بود. یک قسم معبودهایی بودن که اینا مثلا نفس خود معبود خود اله خود قرار داده بودن، نفس خود، خواسته های نفسی. بسیاری کسا از قرآن میگه کلمه اله هست که استعمال میکنه، افرأیت من اتخذ الهه. ببین اله، آیا ندیدی کسی را که گرفته هست اله خود هوا، خواسته های نفس خود هوای خود گرفته، یعنی معبود خود نفس خود گرفته، نفسش برش شریعت تعیین میکنه، نفسش برش حلال تعیین میکنه، نفسش برش حرام تعیین میکنه، نفسش برش خوب و زشت و حق و باطل تعیین میکنه. پس در عصر جاهلیت بعضی کسان نفس خود اله خود گرفته بودن، بعضی کسای دیگی بودن که آبا و پدرای خود معبود خود گرفته بودن، کسای دیگی بودن. از این خاطر عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر اسمان اسلام میگه یکی پی دیگه از بین رفته میره تارهای اسلام، تارهای ریسمان اسلام. این تارها گسسته میشن، از بین میرن. وقتی که یک انسان میخواه اسلام بفهمه جاهلیت نفهمه، باید جاهلیت بفهمی که در جاهلیت چی مشکلاتی وجود داشت. یک مشکل عصر جاهلیت که او را به نام عصر جاهلیت، آیا در عصر جاهلیت یهودیا نبودن؟ کتاب یهودیا نبود؟ امی کتاب تحریف شده تورات نبود؟ بلی وجود داشت. آیا نصرانی ها نبودن؟ بلی وجود داشتند. بنان هر کدام از اینا معبود غلطی برای خود اختیار کرده بودن. الله کل از اینا را در قرآن، امی معبودان جاهلیت کلش در قرآن عظیم شان میگه که یک تعداد از اینا پدران خود معبودهای خود قرار داده بودن. الله میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر از اینا گفته میشد که شما متابعت بکنید از ما انزل الله، از آنچه که الله نازل کرده، مردمای جاهلیت چی میگفتن؟ قالوا میگفتن بل نتبعوا، بلکه ما متابعت میکنیم ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه را که ما یافتیم که در بالای از او پدرای ما بودن. در آیت دیگه میگه ما بل نتبع ما الفینا، الفت گرفتیم، عادت گرفتیم، رواج گرفتیم. از کی؟ از پدران و نیاکان ما. پس اینا زشت چی است؟ آنچه که از پدرای ما آمده. حق چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. باطل چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. خوب چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. خراب چی است؟ آنچه که پدرای ما گفته. الله میگه که این مردم ها که هستن، اینا کی هستن یا چی هستن؟ وقتی برشان میگفتن که اتبعوا ما انزل الله، شما متابعت بکنین از کتاب الله و از سنت رسول الله. الله چی نازل کرده؟ الله قرآن نازل کرده، الله سنت نازل کرده، وحی جلی قرآن، وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
پس اینجا اینال یک تعداد مردم پدرهای خود معبودان خود گرفته بودن، یک تعداد کسای دیگه بودن که نفس خود معبود خود گرفته بودن. افرأیت من اتخذ الهه هوا. در کل از ما آیات قرآن داریم که الله بر ما معرفی میکنن. یک تعداد علمای درباری شکم پرستی که به ضد شریعتی که داشتن، شریعت موسی و عیسی علیهم السلام، به ضد از اونها فتوا میدادن. کی بودن؟ میگه الله متعال میگه که اتخذوا گرفتن احبارهم. احبار یعنی حبر چی رو میگفتن؟ حبر عالم میگفتن، عالمی که خوب متا چاق و کتمی بود و خوب از شکم خود فتوا میداد و دوستی کفر ترجیح میداد، آنچه که در اسلام بود او را رد میکرد. متوجه هستین؟ جهاد میگفت حرام است، دوستی با کفار میگفت حلال است. این گپ در هر عصر می باشه. اونا همین تحریف کردن که شریعت موسی علیه السلام و تحریف کردن آیات تورات. پس الله میگه اونا چی کردن؟ آنها که حلال الله را حرام کردن، حرام الله را حلال کردن، اینا پیروی از اونمو احبار ملاهای درباری خود کردن. الله میگه اونا را ارباب گرفتن. ارباب چی است؟ ارباب جمع رب است، معبود خود قرار دادن. و یک تعداد دیگه چهارم قسم سعی کنیم. یک تعداد مردم نفس خدا گرفته بودن، افرایت من اتخذ الهه هوا. یک تعداد مردم دیگه رواجهای خدا گرفته بودن، عادات و فرهنگ، آن چیزی که از قوم خود ماندن. یک تعداد مردم احبار گرفته بودن، علمای درباری را که اونا حلال و حرام میکردن، حرام حلال میکردن. در پیش رسول الله صلی الله علیه و آله آیت شریف تلاوت کرد. میگه یک صحابی مبارک که عدی بن حاتم نام داشت. عدی بن حاتم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله شیشته بود و قبلا این نصرانی بود، کریستیان بود، بمی انجیل یا باور داشت، مسلمان شد. وقتی رسول الله سمی آیت خواند، این بر رسول الله سمی یا رسول الله شما این آیت قرآن خواندین، الله میگه که اینا علما و راهبای خوده، معبودان خود گرفتن، ما این کار نمی کردیم. ما مثلا همو عالم ما یا شخصیت ما یا راهب ما تارک دنیا کسی یا فادر یا مادر یا پاپ یا کشیش یا اینگه پای که داشتن میفتن، ما یا عبادتش نمی کردیم. او عدی بن حاتم چون نو مسلمان شده بود و فکر میکرد که اگر شما برای کس رکوع و سجده کنین امی تنها عبادت است، در حالی که عبادت در اسلامی نیست. عبادت وقتی که قانون کس را بالای تطبیق میکنی او را در حقیقت معبودت قرار دادی از دیدگاه اسلام. پس رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که وقتی اونا حلال الله را حرام میکردن و حرام الله را حلال میکردن، یعنی ضد شریعت الهی قانون میساختن، شما از اونا پیروی میکردین؟ عدی بن حاتم گفت بله کارا میکردین. گفت این معنی از این است که شما اونا رو ربتان گرفتید. یعنی دو خصوصیت است، اگر برش سجده کردی هم ربت گرفتیش و اگر قانونی که ضد شریعت الله هست این را هم تطبیق کردی، پذیرفتی از این شخص او را ربت گرفتی. پس یک تعداد مردم احبار خدا گرفته بودن. حالا هم مثلا شما ببینید با گذشت زمان این گپات تکرار میشن، چون رسول الله هم گفته که در امت ما پس هم امو کارهایی که یهود و نصارا و اینا کردن ولو که در غار یک مار هم داخل شده باشه شما هم داخل میشین. اونا علمای درباری خدا پیروی کردن، شما هم میکنین. حالا بسیاری وقتا شما سوال کنین، بسیاری کسا رو وقتی که دلیل برش بگی آیت قرآن تو میگه فلانی شیخ ثابت میگه. خب قرآن تو میگه. نه ما صاحب چطور هستیم؟ بعضی کسای دیگر میگن نه گپای چیزی که از پدرای ما مانده، ما از این پدرای خود هیچ چی نمیکنیم، هیچ ما از گپای پدرای خود تیر نمیشیم، از نیاکای ما چیزی که مانده. بگی آیت قرآن تو میگه، حدیث تو میگه، وی در وقت از اون آیت نبود، حدیث نبود. متوجه هستین؟ پس اونمو رواجی که رواج ها را گرفته بودن، بعضی نفس خود گرفتن. آدم بسیاری کساس نفسش است. وقتی برش یک چیزی بگی که این حکم الله هست، نفس از او را اجازه نمیده که حکم الله را بالای خود تطبیق بکنه، فوراً سرت انتقاد میکنه، فوراً اعصابش خراب میشه، فوراً تو را افراطی میگه، فوراً تو را میگه بسیار زشت سخن میگه. کی ما زشت گفتیم؟ ولی ما خود نگفتیم زشت. این آیت قرآن است، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در این قسمت چی است؟ اینالو چون نفس از این معبود خود، افرایت من اتخذ الهه هوا،
پس کسی در عصر جاهلیت بعضیا هوای نفس خدای خود گرفته بودن، معبود خود گرفته بودن، بعضی ها رواجهای پدرای خود گرفته بودن. این دو قسم سومش کسایی بودن که اینا علمای درباری، احبار، کسانی که نصوص کتابشان چی میکردن؟ تغییر میدادن، تحریف میکردن، اونا را پیروی میکردن. بعضی کسای دیگه بودن که به نام راهب و راهبه. راهب و راهبه جمعش چی است؟ رهبان است. رهبان کدام مردم ها بودن؟ کسایی که میفتن ما ترک دنیا کردیم. I'm father, I'm mother. الان شما در اروپا برین، یک تعداد جوانا هستن که مردا هستن، میگی کی است؟ میگی فادر است. یک تعداد دیگر هستن که دخترها هستن، یا کی است؟ میگی مادر است. این فادر و مادر میگه چی کردین؟ میگه والا ما ترک دنیا کردیم، ما خود مخصوص به کلیسا هستیم، ما چیزی که قوانین نمیشه تطبیق میگیم. باز اینمی فادر، اینمی مادر، اینمی پاپ، اینمی کشش، امیال فعلا تحریف کرده میرن کتاب خدا. مثلا شما اگر در قبل یکی از کلیپایش مدیدم کلشان جمع شدن، رهبرای کلیسا و از اروپا و از امریکا و از افریقا کلشان جمع شدن، یا چی میگن؟ میگن ما میخوایم که درباره همجنسگرایی بحث بکنیم. در کتابشون گفته کسی که به همراه همجنس ارتباط میگیره بالای لعنت است، یعنی حرام است، این از در لعنت رب گرفتار میشه. یا چی میگن؟ میگن ما میخوایم سر از این رای بکنیم. از یا کدن باز راستی دمی نصرانی هم که است، من که دیدم نصرانی های امریکایی هم بسیار بیدین است، اروپایی هم بسیار بیدین است، آسیایی هم، افریقاییش خوب بدن و مدین خود استاد بدن. یک زن خیس برشان گفت که او مردم شما چوری رای گیری را میکنین؟ در دین خود دموکراسی نیست که شما رای گیری میکنین. شما از دین دموکراسی جور کردین. این در فلانی متن فلانی متن فلانی متن این چی هسته؟ این حرام است، ناروا است. ما و شما حق نداریم که بزده چیز کنیم. یک دفعه ایزن که چند نفر بازدگام از کلیسای افریقا وقتی که خیسن مقابل از یا استاد شدن، امی برنامه از یا شکست خورد. باز پسان دیگه همجنسگراها دیگه گریان میکردن که آه شوی جان، یک مرد ریش سفید، یک مرد ریش سفید دیگه زن و شوی هستن دیگه. بازو برش میگه آه شوی جان، باز میگه آه وایف جان، آه هاوس بند جان، گریان دارن در بین چیز که ولی همی چسبک چسبانده بودیم. خوینمی افریقایی ها چسبک ما را خراب کرد. اگر ما بیخی به نام هوموسکشوالیتی بیخی میخواستن این از طریق کلیسا چی کنن؟ رسمیت بدن که اینمی نفر میتونه که همجنس، مرد با مرد، زن با زن چی کنن؟ ازدواج بکنن. یعنی اینمی هم تحریف بالفعل در اروپا و امریکا در کتابای خودشان دوام دارن. پس اینال الله میگه که یک تعداد از اینا معبود خود کی گرفتن؟ احبار، علمای درباری گرفتن. یک تعدادشان امیر راهب و راهبه را که یا روز ملنگ هستن شو پلنگ، یا کی هستن؟ والا ما ترک دنیا کردیم، ما صاحب چیز نمیخوریم، ما نفس خود کشتیم. یک کسی در افغانستان در پالی مشیشته بود، در سر دسترخوان کشیشته بودیم دیگه، بر ما گفت که این استاد ما ترک دنیا کردیم، ما تو تارک دنیا هستم، نفس ما کشتیم. من خوشحال شدم که تزید از سر دسترخوان شیشتم، گفتم میخواد ترک دنیا کرد، من گوشت موش نمیخوره، احمق همی گوشت و خوراک خود مرا میده. یک وقت سعی کردم که همین نیم غوری را که تو گوشت موشش خورد، من سعی کردم که مزاح کردم، گفتم حالا بازی ما هم تصمیم دارم که ترک دنیا بکنم. این فامید سر من بچه گفت پرزا نگو. من گفتم نه ما میخوایم اگه ترک دنیا معنایش باشه که مثلا وقت حق خودم یک غوری پلو و حق خودم بخوری و حق دیگرم بخوری، تو کی گفت من گوشت نمیخورم؟ اینالی راهب و راهبه که است. باز گزارشات کلیسا باز چی میتن که در فلانی کلیسا و کلیسا باز خوب لوکس روز هستن، روز بسیار خوب آدم است. باز چی میکنن؟ باز شو یا لیلیه دارن. باز مادرها کت فادرها در لیلیه ها یک جای زندگی میکنن. این حال این شهوت انسان کسی خو در اسلام که است، پیغمبران شما سال کنین اگر دیگرها 4 تا زن کرده، پیغمبر 11 زن گرفته. بعضی پیغمبران سال کنین 4 زن داره، 5 زن داره، 6 تا داره، 7 تا دارن. چرا پیغمبران کلشان ازدواج میکردن؟ به خاطر غرایز جنسی. این کسایی که میگن من نفس ما شکستاندیم دروغ میگه. نفس نمشکنه. نفس تا وقتی که این غریزه در وجودت هست، این غریزه را مجبور هستی که چی کنی؟ اشباع بکنی. اگر از طریق مشروع نکردی، باز دروغ پیشری مردم میگی خوب آدم هستم، در پشت سر چی هست؟ باز میره امو غرایز جنسی خود اشباع میکنه. از خود اسلام میگه این دروغ است. رسول الله میگه که النکاح من سنتی. نکاح چی است؟ سنت ما هست. ما این نکاح کردیم، امت ما باید نکاح بکنن. در قرآن از 2 تا شروع شده، گفته اگر خوب آدم هستی 2 تا زن بگی، خب مثنا و ثلاثه 3 تا بگی و رباع 4 تا بگی. فهمیدی؟
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا. باز اگه مثل ما ضعیف بودی، عدالت کردن نمیتونستی، خانه نداشتی، لباس نداشتی، توانایی جسمی نداشتی، فواحدتا، باز یک تا بگیری. چون سنت پیغمبران نکاح هست. پس ایناله وقتی که پاپ کشیش چی میکنن؟ وقتی که اینا نکاح حلال نمیکنن، آل بر نکاح به عادات حرام خود چجور میکنن؟ مجبور است نصوص کتاب چی کنن؟ تغییر بتن، تحریف بیارن، باز او رو تحریفات میکنن. پس الله متعال ببینید شرط کلمه لا اله الا الله علم داشته باشی. چی است؟ اول میگی لا اله، سکو 5 قسم شد. یک تعداد نفس خود معبود خود گرفت، خواسته های نفس خود تطبیق میکنن. یک تعداد احبار، علمای درباری دین فروش شکم پرست هستند، اونا را پیروی میکردن. یک تعداد از راهب و راهبه رهبان، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، از یا پیروی میکردن. یک تعداد دیگه هستن که نفس، احبار، رهبان، چهارم قسمش چی بود؟ رواج ها بود. و یک تعداد دیگه از اینا بت پرستی میکردن، بت ها و مجسمه ها و قبرها را پرست. ایناله علم در کلمه لا اله الا الله چی است؟ اول نفی کنی، بگی لا اله، نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود. ذات عبادتش نفی کردی و قانون شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از کی؟ الله. اینال در اسلام این است که هم دا کلام هم دموکرات هستم هم مسلمان هستم. شده نمید. دموکراسی چی است؟ حکومت نفس توسط نفس برای نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا. در دموکراسی میشینه همین شراب چطور چیز است؟ مادام فلانی جان تو بگو، وکیل صاحب تو بگو، سر وکیل صاحب تو بگو، شراب بسیار خوب چیز است. خلاص بلند کن کارتایتونه، فوراً در هندوستان بری پارلمان شراب چی کرده؟ حلال کرده. معبودشان چی است؟ پارلمان است. این حالا از نگاه دموکراسی چی است؟ از نگاه دموکراسی قانون مردم جور میکنه. اما در اسلام لا اله، نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش چی شود؟ عبادت شود و قانونش اطاعت شود. کل قانون رد میکنی. سوسیالیسم و کمونیسم و داروینیسم و دموکراسی و این کلش رد میکنی. لا اله، این کسانی که میخواین خدا جاگزین معبود بسازن، اینا رو کلشون باید نفی بکنی. باز بگی الا الله، بغیر از الله. این بخش اول لا اله الا الله، علم لا اله الا الله. بخش دومش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی معنی محمد رسول الله؟ یعنی عبادت ذات الله را و اطاعت از شریعت الله را به طریقی کی میکنی؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگه اهل طریقت هستی، پس رهبر طریقت تو، پیر طریقت تو کی باید باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. که این پیغمبری که تزکیه داشت، یزکیکم، این پیغمبر برای چی آمده بود؟ برای چی آمده بود که شما را تزکیه بکنه، تزکیه اعتقادی بکنه، تزکیه اخلاقی بکنه، قلب تو را تزکیه بکنه، دست تو را تزکیه بکنه، زبان تو را تزکیه بکنه، چشم تو را تزکیه بکنه، گوش تو را تزکیه بکنه. و یزکیکم، پس تزکیه کار رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یعلمکم الکتاب، این پیغمبر تزکیه توسط چی میکرد؟ با تعلیم دادن چی است؟ الکتاب و القرآن و الحکمت و السنه. پس ایناله کلمه لا اله الا الله میگن که تو باید این قسم اسوید ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. به این خاطر وقتی انسان مسلمان کلمه میخونه لا اله الا الله محمد رسول الله، یک نفر کافر میشه،
یک نفر کافر است میخوای مسلمان شو، برای شما میگه که من کافر بودم، برای من گفتین بخوان لا اله الا الله. چی معنا میده لا اله الا الله؟ خلاصیش برای من بگو که من بفهمم. برش میگه که حالا که تو کلمه میخوانی لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله ای است که تو در مقابل خالق متعال برای الله 3 تعهد میکنی. برای الله 3 تعهد میکنی. تعهد اول در کلمه لا، علم لا اله الا الله هست. حالا ما بسیاری وقتا بعضی دوستا هستن که لا اله الا الله را از مادر خود یاد گرفته، یا از پدر خود یاد گرفته، یا از پدر کلان خود یاد گرفته. همین لا اله الا الله را هم درست خواندن نمیتونه. در حالی که بگی لا اله، اینجا مد بکن، لا اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. این خواندن کلمه لا اله الا الله. اول مد، اول نفیه. اول فمن یکفر بالطاغوت، باید به طواغیت کافر شوی. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواه قانون ضد شریعت الله بسازه. پس اول باید به این کافر شوی. بسیاری کساست کلمه را نمیفهمن، معنیش نمیفهمن، میگه من هم مسلمان هستم هم کمونیست. کاش نمیدونه. یک روز یک کسی اومد میگه والا استاد شما چرا بخیلی؟ میگه چرا؟ من میخوام کمونیست باشم، من مسلمان باشم. ما گفتم تو میخوای هم زن باشی هم مرد باشی، هم شوی کنی هم زن. تو بیچاره دیگه قسم نمیفهمید. یه چه قسمی است؟ من گفتم تو نمیشه. کمونیسم وقتی مارکس میگه که دین افیون یا مخدر ملت هاست، دین باید نباشه. پس یک کسی که میخواد که کمونیست باشه، مارکسیست باشه، این باید به هیچ دین گرایش نداشته باشه، نه اسلام، نه یهودیت، نه نصرانیت، نه هندویسم، به هیچ چیز. پس تو چطور میتونی که جمع بکنی بین از اینا؟ و کلمه بر تو میگه که فمن یکفر بالطاغوت، مسلمان کسی است که اول باید به طاغوت کافر شه. و طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که قانون و اندیشه و فکر میسازه ضد قانون اسلام، ضد شریعت الله، ضد اندیشه توحید، ضد یکتا پرستی. باید به کافر شوی. بعد از و یؤمن بالله، اول میگی لا اله، نفی میکنی، کافر میشی به تمام معبودان باطل. باز میگی الا الله، بغیر از الله لا اله نیستن یا مستحق نیستن. از این خاطر ابو جهل و ابو لهب وقتی که دیدن ابو جهل آمد پیش ابو لهب گفت میفهمی که بیادرزاده چی میگه؟ گفت یک گپ بسیار خطرناک میگه. اونا عرب بودن، خوب معنای کلمه را میفهمیدن، معنایش دقیق میفهمیدن، زبانشان است. گفت این میگه که ما و شما 360 دانه اله داریم، 360 تا بت داریم. این آمده برای مردم میگه که بگو که لا اله، یعنی امی 360 بت بشکنان. این 360 بود برای عرب ها 360 دانه بلند منزل بود. تجارت سر از پیسه میامد برشان. دم امروز صندوقا را مانده بودن، این صندوق مثلا فلانی برش پیسه برشان میامد و دیگه میامد برای شطور میامد، گوسفند میامد، این میامد. ببین اصلا گفت خب میگه که قل معبودایتان وضو کنین. خیسن در مقابل کلمه لا اله الا الله استاد شدن. چرا منافعشان در چی بود؟ در خطر. فرعون در مقابل لا اله الا الله استاد شد. چرا موسی علیه السلام میگه بس بگو لا اله الا الله؟ فرعون مشاورین داشت، مشاورین خدا جمع کرد، گفت چی میگه؟ گفت این میگه که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش. فرعون نمیگه مرا به این عبادت بکنید. فرعون میگه قانونی که من دارم، من ربتان هستم، انا ربکم الاعلى. اگر تو این کار بکنی باز در شریعت موسی علیه السلام بین تو فرعون و بین از غلام و بین از مساوات میشه، کلتان یک چیز میشه. تو میخوای که مقام ربوبیت تعالی بتی بخی که بزد موسی علیه السلام. پس این انسان مسلمان وقتی که لا اله الا الله را میگه 3 تعهد با الله میکنه. تعهد اول که یا الله بغیر از ذات تو من هیچ عبادتی را به هیچ کسی دیگی، به هیچ مخلوقی نمیکنم.
این تعهد است. اینا کسانی که علم به لا اله الا الله ندارن، این تعهد از پیششان بسیار مشکنه و پیش بسیار عادی هست. الله میگه فصل لربک، پس نماز بخوان برای الله، برای پروردگارت نماز بخوان. وانحر، و ذبح حیوان بکو برای الله. پس فصلی، وقتی که میگه فصلی پس نماز بخوان برای الله. حالا اگر شما یک نفر ببینین که پیش روی عروس نماز میخوانن یا زیر پای عروس سجده میکنن، اینو چی میگن؟ چی میگن اینا؟ میگن والا فلانی کافر شد. چرا؟ میگه در مقابل عروس را بر عروس سجده کرد، سجده خود ایره کافر شد. خب سیز کافر شد. اما اگر این نفر بخش دوم قرآنه که وانحر از ذبح حیوان پرنده از زیر پای عروس مرغ کشتی، رو چی میگه؟ میگه هیچ پروا نداره. میگه پروا نداره، به خاطر که در عقیده افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. الله چی میگن که یهودی ها مشکلشان چی بود؟ به بعضی کتاب ایمان داشتن و به بعض دیگه از این چی بودن؟ و تکفرون ببعض، به بعضی دیگهش کافر میشد. اگر یک نفر بره پیش بود دست دعا رو بلند بکنه، مجسمه بسیار مقبول است، بگه این مجسمه عیسی مسیح است، اگر بره بلند دست دعا رو بلند بکنه چی میگن ایره؟ میگی کافر شده. اما اگر این نفر بره برای قبر دست دعا رو بلند بکنه و بر از او رکوع و سجده بکنه، او رو چی میگن؟ میگه بسیار خوب عالم است. چرا؟ ایده فرهنگ از اینا چی شده؟ دین از پدرها گرفتن. در فرهنگ است اگر اندو به بت سجده کرد اندوست، اگر بر قبر سجده کرد سک است، مشرک است. اما اگر این کار مسلمان کرد، بر قبر سجده کرد و رکوع کرد، بازیره چون رواج پدرها هست. اگر امیل یک اندو در پشت مسجد استاد باشه و ما مسلمانان نماز بخوانیم اونا قصه کنن و فکایی بگوین، کلگی برش میگه که بسیار مردم است یعنی دین ما را توهین کرد، خطبه ما را توهین کرد. اما اگر مسلمانان این کار بکنن، یک جای مسلمانان نماز میخوان، قرآن میخوان، آیت قرآن میخوان، خطبه میخوانن، مسلمان وضو نمیکنه، نماز نمیخوانه، حتی قصه میکنه، گپ میزنه، اگر این کار اندو بکنه میگه اندو کافر است. اگر این کار مسلمان بکنه، باز مسلمان هم میگه این خوب بسیار خوب آدم است. باز سباز که اگر این مرد جنازهش نخواندی، باز میگه رسا که جنازه مسلمان نمیخونه. حالا ما خیلی دیدیم که کار کفر میکنه، توهین میکنه به خطبه، تحقیر میکنه به خطبه، توهین میکنه به مقدسات. نام خودم چی میگه؟ مسلمان میگه. کار شیطان میکنی، نامت ولی، کار شیطان و کافر میکنی و نامت ولی ماندی. گر ولی این است لعنت بر ولی. اگر او کسی میگه من مسلمان هستم، احترام مسجد نمیکنه، احترام خطبه را نمیکنه، احترام قول الله را نمیکنه، لعنت خدا سر از تو مسلمان. باز میگه والا صاحب اینا افراط میکنن. افراط خود تو میکنی، کافر خود تو میشی که به شعائر الله احترام نداری. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. کسی که تعظیم به مسجد میکنه، کسی که تعظیم به خطبه میکنه، کسی که احترام قرآن میکنه، کسی که احترام حدیث میکنه، سوک که دو قرآن احترام کی، دو خطبه احترام کی، دو جماعت احترام کی، دو قال الله احترام کی، دغه مسلمان ده. او سوک که نکی ده خود دین نه، الله ورته وایي چې دا تقوا نه لري، دا ایمان نه لري. اگر او افراط کرد، اگر او بیدینی کرد، اگر او به مسجد به احترامی کرد، اگر به قرآن به احترامی کرد، اگر به خطبه به احترامی کرد، بازو میگه من مسلمان هستم. اگر باز برش گفتی که تو مرتد میشی با این کارت، به عزت کردن قرآن و سنت تو را کافر میسازه، تو را از دین میکشه، باز میگه شما افراط کردین. افراط خود تو هستی که در بیدینیت افراط میکنی. از تو که در خوندو شرف داره که خوندو در ماه مبارک رمضان وقتی که مسلمان روزه
می داشته باشه، اون دو پیشروی مسلمان نان نمیخوره. اون دو نان نمیخوره. در امثال اون دو پالی مسجد است، وقتی که مسلمان ها خطبه میده اون دو در وقت خطبه از اونا مزاحمت نمیکنه. اون دو در روز قیامت کافر است. تو چی هستی؟ تو از او بدتر هستی که به احترامی میکنی. نمیفهمی. چه وقت دین نمیفهمیم؟ دین به خاطر این نمیفهمیم که وقتی که قال الله گفته میشه گوش نمیگیریم، قال الرسول گفته میشه باز اونجا گوش نمیگیریم. اگر ملاهای سعودی بگه که نمازی قسم بخواین باز میگن وهابی است، پشت سو گپای سعودی را نگرین. باز اگر بگه جهاد به ضد امریکایی ها، ملاهای سعودی بگه باز میگه او صحیح سنین ملاها هستن، علما هستن. چرا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، به بعض کتاب ایمان دارین و تکفرون ببعض، و بعض دیگهش کافر میشین. فما جزا من یفعل ذلک، پس جزای کسی که این کار میکنه چی است؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا الله یار ذلیل میسازه، خوار میسازه، به عزت میسازه که باز کافر در وطن از حکومت میکنه، کافر باز برش قانون میسازه، کافر باز بر از حق و باطل تعیین میکنه. و در آخرت و یوم القیامت، و این مردم در روز آخرت الله میگه یردون الی اشد العذاب، سختترین عذابی که در جهنم است بر از این مردم ها داده میشه. منفعت طلب هستن. در جایی که دوستیش که کافر بود باز دوستی کفار ترجیح میده. در جایی که منفعتش در بین مسلمان ها بود باز خوب مسلمان است. اگر در بین مسلمان ها باشه، رهبر مسلمان ها باشه، برش موتر بده، خوب کروزین بده، خوب امکانات بده، باز بسیار خوب مسلمان است، خوب مجاهد است، خوب جهادی هست. اما باز اگر سر مسلمان ها و سر مجاهدین باز کفار بمبارد میکرد، خانهش نمیماند، راکت منداخت، بمبای 10,000 کیلوگرم هم انداخت، باز اینجا باز ای منفعتش طرف کفار است. باز اینجا میگه که کفار، که بیدین، که زی با چیز نیست، با اشغالگر. والله که اگر حق نگویه میمریم برادرای محترم. 50 سال بعد، یک قرن بعد، همین قرن ما و شماست، قرن بعدی قوم اولادای ما و شماست. ما و شما یکی ما نمیمونیم. مکناتن هم مرد، شاه شجاع هم مرد، وزیر اکبر خان هم مرد. حالا وزیر اکبر خان به نام شفخانه است افتخار میکنه، اما به نام شاه شجاع شاید اولادایشان باشه خب پت میکنن. اگر شاید در وقت شاه شجاع هست شعرهایشان رو بخواین، بعضی شاعرها برای شاه شجاع بسیار خوب شعرها گفتن، در هر بار چاپلوسا زیاد میباشه. پس لا اله الا الله، کسی که میخواه که زندگی سعادت دنیا و آخرت بهش نصیب شود، اول تعهد اول خود با الله می داشته باشه که یا الله، هر مسلمان در مقابل خالق خود تنها شیشتین، در اتاق تنها شیشتی، باید که الله تعهد بکنی. عهد گرفت الله است به شما. این العهد کان عنه مسئولا. یا الله، به غیر از ذات تو به هیچ کسی هیچ عبادت نمیکنم. پس یک ورق بگی چی عبادت است؟ آیا سجده عبادت است؟ یک عالم را پرسان که بگو مولوی صاحب محترم امی عبادت ها را یک 20 دانه عبادت خبر ما بگو ما یادداشت کنم. او ورد میگه سجده عبادت است، رکوع عبادت است، بلند کردن دست دعا. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. پس ما دست دعا را به قبر رسول الله بلند نکردیم. ما خودم رفتم در قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، السلام علیک یا رسول الله، برش گفتیم السلام علیک یا رسول الله، سلام دادیم. السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام علیک یا عمر الفاروق. روی خدا قبر رسول الله صلی الله علیه و آله این طرف بود، قبله این طرف، پشت خدا طرف قبر کردیم. الدعاء هو العباده، دست دعا را به بارگاه الله بلند کردیم.
چرا؟ برای الله تعهد کرده بود یا الله هیچ عبادت را بغیر از تو به کس دیگه نمیکنم. ذبح حیوان عبادت است، بله، من زیر پای حاجی ذبح حیوان نمیکنم، مرغ زیر پای عروس نمیکشم، در مقابل قبر و زیارت کسی ذبح حیوان نمیکنم. چرا؟ عبادت است. این تعهد اول ما هست. تعهد دوم است این علم از لا اله الا الله. یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس را نمیپذیرم، نه قانون اروپا را میپذیرم، نه قانون امریکا را، نه قانون افریقا را، نه قانون آسیا را، نه قانونی که پدرای ما ساختن، نه قانونی که ملاهای درباری شکم پرست میسازن که ضد شریعت تو است، نه قانونی که این مردمای تاریکین دنیایی که به نام رهبان و راهب و بریئی هستن، نه از اینا را که ضد شریعت الله است، و نه چیزی که نفس ما میگه، قانونی که نفس ما خوش داره، لذت هایی چی داره. چون برای تو تعهد کردیم که الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه نمیپذیره. پس کسی که لا اله الا الله را با علم میفهمه، ولو که گردنش بریده شوه، ولو که کشته شوه، ولو که در زندان ها انداخته شوه، نمیتونه که کمونیسم بپذیره، نمیتونه سوسیالیست شوه، نمیتونه کمونیست شوه، نمیتونه ماتریالیست شوه، نمیتونه داروینیست شوه، نمیتونه قوانین دیگر را، نمیتونه فلسفه های کفری و الحادی که ضد شریعت الله هست بپذیره. و تعهد سوم این است که یا الله طریقی درست و صحیح که بر ما معرفی کردی، عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. به کلگی احترام دارم، به تمام مذاهب احترام دارم، تمام علمای بزرگوار از ما که خوبتر هستن برشان دعا میکنیم، برشان میگیم رحمت الله علیه، لکن نماز خود و عبادات خود کلش به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم که اینی است علم به کلمه لا اله الا الله که الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که مطابق لا اله الا الله محمد رسول الله زندگی بکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.